چرا بی‌محلی باعث جذب زنها میشه و اصلاً به چه شکل و به چه میزان باید از این روش استفاده بشه. توی این ویدیو به این سوالها پاسخ داده میشه. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. سلام، زهرا پسندیده فرد هستم و با یکی دیگه از ویدیوهای کانال جادوی ذهن در خدمتتونم. قبل از هر چیز باید بگم که بی‌محلی در روابط عاطفی در واقع نوعی بازی روانی هست که به هیچ عنوان نباید از اون زیاد استفاده بشه. پس لطفاً محتاط باشید و با رعایت اصول لازم که در این ویدیو هم بهش پرداخته میشه این کار رو انجام بدید. در ابتدای ویدیو به دلایل اثرگذار بودن شیوه بی‌محلی هوشمندانه در جذب خانم‌ها میپردازیم و بعد از اون به روش استفاده از اون و نکات مهم این روش. و اما این دلایل: 1. در این روش شما با ایجاد کنجکاوی فرد مقابل جذاب‌تر میشید. برای اینکه رابطه پایدار و جذاب باشه انگیزه لازمه و یکی از مهمترین روش‌ها برای ایجاد انگیزه در فرد مقابل همین روش بی‌محلی هوشمندانه است. یعنی گهگداری یکم فاصله میگیرید و همه جنبه‌های شخصی و وجودی خودتون رو نمی‌کنین و فرد مقابل مشتاق میشه برای شناخت دقیق‌تر شما کنکاش بیشتری کنه و همین کنجکاوی رابطه رو براش جذاب‌تر میکنه. 2. استفاده از این بازی روانی شما رو فردی مستقل و قوی نشون میده. وقتی استقلال در روابط عاطفی رو به دیگران نشون بدید، در واقع خودتون رو فردی بی‌نیاز از دیگران نشون میدین و اینطور استنباط میشه که شما یک رابطه عاطفی رو از روی ضعف شخصیتی و نیاز به تایید دیگران انتخاب نکردین، بلکه واقعاً به دنبال یک رابطه عاشقانه هستین بدون نیاز به تایید و توجه. این رفتار در حد متعادل به شخص مقابل شما این پیام رو میده که شما فردی با اعتماد به نفس و جذاب هستین. فقط یادتون باشه این جذابیت در صورتیه که به شکلی هوشمندانه از این روش استفاده کنین و نه زیاد. در واقع شما ثبات عاطفی خودتون رو به تصویر میکشین و این شما رو بی نهایت جذاب میکنه. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال فراموش نشه و دکمه زنگوله رو هم روی آل بگذارید. 3. بی‌محلی از ایجاد وابستگی عاطفی یک طرفه جلوگیری میکنه. درسته که بی‌محلی زیاد باعث به هم خوردن رابطه میشه، اما چسبیدن زیاد به یک نفر هم باعث ایجاد وابستگی یک طرفه شما میشه که خودش پایان خوبی رو برای رابطه عاطفی شما به دنبال نداره. اگه زیادی به فرد مقابلتون بچسبید و زیاده از حد تعریف و تمجید و ابراز عشق کنید، یه جورایی باعث دلزدگی و خستگی فرد مقابل میشین که اصلا هم جالب نیست. اما وقتی توانایی مدیریت احساسات خودتون رو داشته باشید، گهگاهی کمی فاصله میگیرید و به مسائل خصوصی زندگی خودتون مثل کار و اهدافتون میرسید و این کمک میکنه به اینکه وابستگی یک طرفه ایجاد نشه. 4. با این روش ایجاد حس چالش در فرد مقابل میکنید که میتونه جذابیت شما رو بیشتر کنه. به طور کلی همه افراد چه زن و چه مرد مسائلی که براشون چالش برانگیز باشه جذاب تره و اینکه گاهی دوست داشته باشن خودشون بخشهایی از وجود شما رو به عنوان یک پارتنر کشف کنن در میزان جذابیت شما مؤثره. با این روش که به معنای بی‌محلی کردن در معنای عامیانه نیست، بلکه به معنای فاصله گرفتن‌های متعادل هست، شما برای فرد مقابل با ارزش‌تر میشید، چون باید اون هم برای نگه داشتن رابطه تلاش کنه و این تلاش یک طرفه و فقط از جانب شما نیست و شما ارزش خودتون رو بهش یادآوری میکنین. یک رابطه مشارکتی و دو طرفه رو شکل میدید، نه یک تلاش یک طرفه که در نهایت باعث خستگی خود شما و خراب شدن رابطه بشه. 5. با این متد شما فردی مدیر دیده میشید و شخصیت شما آرومتر به نظر میاد. وقتی که شما بتونید احساسات خودتون رو کاملا مدیریت کنید، به آرامش بیشتری دست پیدا میکنین که شما رو جذابتر میکنه. مسلماً هر خانومی از یک مرد به شدت احساساتی که اصلا هیچ مدیریتی روی احساساتش نداره خوشش نمیاد. زمانی که شما بتونید به جای اینکه یکسره به خانم مورد علاقتون بچسبید، احساساتتون رو به تعادل برسونید، خودتون رو مدیر و مقتدر نشون میدید که برای یک خانم خیلی جذابه. به این ترتیب شما رفتارهای عاقلانه تری رو هم بروز میدید. 6. با بکارگیری این روش میتونید به رشد شخصیتی خودتون کمک کنید که این خصیصه خیلی جذابه.
شما وقتی به تمام کارهاتون به طور متعادل برسین، رشد شخصیتی بیشتر و بهتری هم دارین. یعنی عشق و علاقه به اون خانم در جایگاه خودش و علایق دیگه شما مثل تحصیل، کار، ورزش، هنر و خلاصه هر علاقه و استعداد دیگه‌ای که دارید هم سر جای خودش. همینطور وقت بیشتری دارین تا به سلامت خودتون برسین. فردی که در هر زمینه‌ای که علاقه و استعداد داره وارد بشه و بتونه در حد توانایی خودش رشد بکنه، یک فرد با اعتماد به نفس بالاست که نه تنها برای غیر همجنس بلکه برای همجنس هاش هم جذابه. پس به جای اینکه تمام وقتتون رو صرف زن مورد علاقتون کنین، به خودتون و رشد فردی خودتون هم بها بدین. 7. با ایجاد تعادل در توجه و فاصله به فرد مقابل فرصت دلتنگی میدین. البته باز هم تاکید میکنم اصلاً منظور از بی‌محلی هوشمندانه سرد نشون دادن خودتون توی رابطه نیست، بلکه رسیدگی به تمام امور زندگیتون به طور متعادله. یعنی به فرد مقابل نشون میدین که در عین حال که واقعاً بهش علاقه دارین و جایگاه خاصی براش قائل هستین، زندگی شما فقط به اون خانم خلاصه نمیشه و به تمام امور زندگیتون میرسین. با این تعادل در توجه و فاصله، خانم مورد علاقه شما فرصت بیشتری برای دلتنگ شدن پیدا میکنه و همین دلتنگی شما رو براش جذاب‌تر میکنه. اگه بیش از اندازه در دسترس باشید و نتونین این تعادل رو رعایت کنید، خیلی زود جذابیت خودتون رو از دست میدین. از طرفی اگه خیلی هم بی‌محلی کنین، این رابطه رو برای همیشه تموم میکنید. تعادل در این زمینه واقعا مهمه. برای استفاده از روش بی‌محلی ویدئویی در همین کانال قرار داره که پیشنهاد میکنم حتما ببینید. لینک این ویدئو در بالای صفحه نمایش داده میشه و همینطور در دیسکریپشن قرار داره. و اما یکی از مهمترین سوالاتی که باید در این زمینه بهش پاسخ داده بشه اینه که آیا بی‌محلی کردن خوب هست یا نه؟ در این زمینه اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. از جمله آرتور شوپنهاور معروف میگه بی‌اعتنایی تنها راه کسب احترامه. این جمله تا حدی درسته ولی نه 100%. میشه اینطور اصلاحش کرد که یکی از راه‌هاست. راه‌های زیادی برای کسب احترام و جذاب بودن وجود داره و از طرفی هم نمیشه صرفاً با بی‌اعتنایی توجه و احترام کسی رو داشت. مخصوصاً اگه به معنای واقعی کلمه بی‌اعتنایی صورت بگیره. بی‌اعتنایی یا همون بی‌محلی که باعث جذاب بودن شما میشه، به معنای واقعی کلمه بی‌اعتنایی نیست، بلکه به معنای اینه که خیلی به طرف مقابلتون نچسبید. تمام ذهن و زندگیتون رو درگیرش نکنین. باز هم تأکید میکنم کاملا متعادل رفتار کنید. و اما چرا بعضی از افراد نمیتونن حتی ذره‌ای در روابطشون بی‌محلی کنن؟ مثلا در رابطه‌ای هستن که مرتباً مورد بی‌احترامی قرار میگیرن ولی نمیتونن مدیریت رابطه رو به درستی انجام بدن و همیشه در یک رابطه اشتباه میمونن. توی این شرایط اولین اقدام خودشناسیه. باید اول معایب خودمون رو بشناسیم و بعد شروع به رفعش کنیم که در خیلی از موارد نیاز به کمک مشاور هم داریم. مثلا ممکنه که عزت نفس و اعتماد به نفس شخص پایین باشه و هیچ وقت برای خودش در زندگی حقی قائل نباشه یا اینکه ترس از تنهایی داشته باشه. وقتی که شما از روی ضعف‌های شخصیتی مثل ترس از تنهایی یا اعتماد به نفس پایین تن به هر رابطه‌ای میدین و قادر به کنترل و مدیریت رابطه و در موارد حاد حتی قطع رابطه نیستین، به فرد مقابل شخصیت ضعیف خودتون رو نشون میدین که به هیچ عنوان اصلاً برای هیچ خانم و آقایی جذاب نیست. به هیچ عنوان این روش که نیاز به رشد شخصیتی خودتون داره رو با سردی اشتباه نگیرین. به طور کلی دلایلی که باعث میشه بی‌محلی هوشمندانه شما رو جذاب‌تر کنه عبارتند از: 1. با برانگیختن حس کنجکاوی فرد مقابل در مورد خودتون جذاب‌تر به نظر میرسید. 2. استفاده از این بازی روانی شما رو فردی مستقل و قوی نشون میده. 3. بی‌محلی از ایجاد وابستگی عاطفی یک طرفه جلوگیری میکنه. 4. با این روش ایجاد حس چالش در فرد مقابل میکنید که میتونه جذابیت شما رو بیشتر کنه. 5. با این متد شما فردی مدیر دیده میشید و شخصیت شما آرومتر به نظر میاد. 6. فرصت بیشتری برای رشد شخصیتی خودتون دارید که این شما رو واقعاً جذاب میکنه. 7. با ایجاد تعادل در توجه و فاصله به شخص مقابل فرصت دلتنگی میدید. خدا نگهدار.